الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم از ملت فارس، از تاجیکستان و افغانستان و ایران، امروز می خواهم یک مراجعت به شما داشته باشم و یک جواب به این محمد انصاری طعنه زننده به اهل سنت و دفاع کننده رافضه و عاذر المشرک مشرک داده باشم. برادران عزیز، اهل توحید، همه شما بارک الله فیکم آگاه هستید و شیخ عبدالظاهر الداعی حفظه الله را می شناسید. همه شما آگاه هستید و شیخ معروف راسخ را هم می شناسید و همه شما آگاه هستید بنده را هم، یک طالب علم اهل سنت را هم می شناسید. بسیاری شما تا امروز فکر می کرد که ابو محمد مدنی شما هستید که به جانب محمد انصاری صحبت میکنید یا دیگر از این عاذری ها صحبت میکنید. ما یک چند سال پیش میگفتیم و تا به حال میگوییم که ای مردم، ای اهل توحید، ای اهل سنت والجماعه، ما مشغول به درس های خود هستیم، ما مشغول به تعلیم و تدریس و نوشتن رساله های خود هستیم. وقت نداریم که به این اهل بدعت زیاد وقت خود را صرف بکنیم. اما قسم از شما شاید باور نمیکرد. نه عبدالظاهر داعی حفظه الله، نه محمد شیخ محمد راسخ، محمد معروف راسخ، و نه من در وقتهای اخیر در بالای محمد انصاری چیزی نگفتیم. باری دیگر میگم وقت نداریم که صحبت بکنیم. منهج ما این است که ما به تعلیم و تدریس مشغول هستیم و همه شما آگاه هستید که شب و روز در همین راه تعلیم و تدریس هستیم. منهج اهل سنت و الجماعت را بیان میکنیم، دفاع از اهل سنت و الجماعت میکنیم. منهجمان قرآن، سنت با فهم سلفی این امت است. همیشه گشته و برگشته میگوییم ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت هستیم، آزاد هستیم. به یگان این جماعت هایی که امروز هست، فرقه هایی که امروز هست، از جماعت ها و فرقه های حرکتی که امروز هست همراه هم نشدیم، بیعت هم نکردیم، دست هم ندادیم. یک طالب علم اهل سنت و الجماعت آزاد که فقط به قرآن و سنت فهم سلف این امت دعوت میکنه. انمین است منهجمون و انمین است حقیقتمون. و من میتوانم در حق شیخ، یکی از مشایخ اهل سنت و الجماعه، عبدالظاهر داعی حفظه الله، محمد معروف راسخ حفظه الله، بگویم که علمای غمخواری اهل سنت و الجماعت هستند. بجز رسانیدن توحید دیگر کاری نکردند، بجز خدمت به دین دیگر کاری نکردند. دعوت نه به یگان جماعت حزب مذهبی نکردند، بجز قرآن و سنت با فهم سلف این امت، بجز منهج مذهبی اهل سنت و الجماعت. اما
در این وقتی که ما مشغول به تعلیم و تدریس هستیم، محمد انصاری باز برآمده است، باز به همون دسیسه ها، باز به همون بی‌آدابی ها، باز به همون سخنهای قبیح با مشغول است. انصاف کنید، انصاف کنید، عدل کنید و نظر بکنید که کی دارد به کی صدا بلند میکند، کی دارد کی را طعنه میزند، کی دارد به کی هجوم میکند، کی به کی بغض دارد. اگر کمی به عقل و بخیرت، کمی تفکر و تأمل نموده این حادثه را ببینید، به شما معلوم میگردد. یکی از حسودخورها، یکی از دفاع کنندگان رافضه، یکی از نوکران رافضه، یکی از عازر المشرک، دفاع کنندگان اردوغان، کسی که از توحید بوی ندارد، کسی که منهج اهل سنت را تکفیری و خوارج و تشدد میگوید، محمد انصاری مسکین که تا به حال در کجا، در نزد کدام مشایخ اهل سنت خواندنش معلوم نیست، مجهول الحال است، دارد هر کسی که مخالفت بر رافضه کرد او را تکفیری، خوارج، داعش میگه. در نزد محمد انصاری داعشی کی است؟ هر کسی که ضد رافضه باشد، هر کسی که این بنام شیعه های اثنا عشری را رافضه و کافر بگوید، انا همون در نزد این رافضه است. چهره که در نزد این حزبی های تاجیکستان کسی که لا اله الا الله گوید این داعشی هست، در نزد این خوبسا کسی که ضد رافضه باشد این داعشی است. هزار مراتب اگر براید و بگوید که ما از داعش نیستیم، بگوید نمیگه تو داعشی هستی. مقصد چیست؟ مقصد این است که طعنه زند علمای اهل سنت را و دفاع کند رافضه را، منهج اهل سنت را پنهان کند و نابود کند و بالاخره این دعوتگران علمای اهل سنت را به نابودی کشد، یا داعش گفته طعنه زده اینها را به زندان ها و به قتل و کشتار ببرد. هر بیاید سخن را دور دراز نمیکنیم، سخن از نام خودش هر سخنگو شیرین است. ببینید حالا در این صفحه دیده شدید یک در بین رسم شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله، یکی از عالمی بزرگ توحیدی اهل سنت، در طرف راست از پشت شیخ عبدالظاهر داعی گویا رسمی بنده ابو محمد مدنی و از طرف دست چپی عبدالظاهر داعی محمد معرف راسخ هستند و از پشت هر سه ما یک کسی که رویش را چهرش را محکم کرده. البته که این گویا به مقصد این محمد انصاری گویا این کدام داعشی است، یعنی داعشی گویا این علما رو دارد کنترل میکنه. ببینید عقیده اهل سنت را گفتن، لا اله الا الله گفتن، فقط همین ضد رافضه گپ زدن داعشی شدن بوده است. الله المستعان. اولین بی‌ادبی و اولین جهالت همین است، از همینجا شروع میشه، بالاخره میگذاریم. میگن تزکیه کرده. کی تزکیه کرده؟ شیخ راسخ یا شیخ دایی ابو محمد مدنی رو تزکیه کرده. یعنی تعجب میکنم کی میآید کی رو تزکیه میکند. خود شیخ دایی و شیخ راسخ با وجود احترام بزرگی که با اونها قائل هستیم، طالب علم بودن و هستن و دعوتگر بودن، اما خود اونها نیاز به تزکیه دارن. شما رو کی تزکیه کرده که شما مثلا بیاید ابو محمد مدنی یا ابو فلان ابو علان را تزکیه بکنید؟ الله سبحانه و تعالی در سوره نجم علم در دیگر جا است. علم در این جا هست که اینها هیچ باور نداشتند که ابو محمد مدنی عقیدهش اهل سنت است. اینها باور نداشتند که ابو محمد مدنی دعوتش از دعوت قرآن و سنت فهم سلفی این امت است. ابو محمد مدنی هیچ چیزی را از پیش خود نگفته، بلکه یک طالب علم اهل سنت است. اما کسانی هستند که منهج اهل سنت را میدانند. این ملت فارس ملت بالکل مرده نیست. در این ملت فارس مردان وجود دارند، مردان بفضل،
به همت وجود دارند که از مذهب اهل سنت با خبر هستند. وقتی که کسی را شنیدند که سخن حق میگوید، اهل سنت و الجماعت را میگوید، از قرآن و سنت با فهم سلف این امت میگویند، این علما مردانی حق طلب و حقگو میگن بله این سخن اهل سنت است. و شیخ عبدالظاهر داعی، محمد معروف راسخ، تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم نگفتند یگان سخنی سخت در تزکیه و این آن نگفتند، یک طالب علم است، یک طالب علم اهل سنت است. و ما هم میگوییم این وظیفه، این فرضیت و این واجبیت هر یک طالب علم اهل سنت، هر یک عالم اهل سنت و جماعت است. علمای اهل سنتی که حق را دیدند، حقگو را دیدند، اهل سنت را دیدند ولی حق را حق نگفتند، اینها خیانتکار هستند. ولی عبدالظاهر داعی معروف راسخ منهج ما را دیدند که منهج اهل سنت است. منهج ما را دیدند که نه حزبی است، نه مدخلی است، نه طاغوت است، نه طاغوت پرستی است، نه صوفی است، نه قبوری است، نه دعوت به سوی کدام جماعتی است. یک مذهب اهل سنت و جماعت قرآن و سنت با فهم سلفین اومده است. بسر این ایشون فرض است که بگویند که بله این طالب علم اهل سنت است. اکنون فهمیدید که محمد انصاری چرا رنگش پریده، چرا آب دهانش خشک شده و چرا پریشان خاطر و مضطرب است، کنترل را از دست داده، سخنهایش چرت و پریشان است. سبب این است که ابو محمد مدنی را دیگرها تزکیه دادند. علمای ما، علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت از جزیره و از جانب علمای افریقای مغرب و این طرف و از مصر و دیگر دارند تزکیه میدن که این منهجی که این طالب علم دعوت میکند منهج اهل سنت و الجماعت است. و من هم وقتی که میبرم میگم که عبدالظاهر داعی حفظه الله یکی از عالم اهل سنت است، محمد معروف راسخ میگویم، یا دیگر از طالب علمان را میگویم، علما و طالب علم را وقتی که گفتم که طالب علم اهل سنت است، انمین هم یک مسئولیت من بود که به انجام رسانیدم و این را من در اساس علم کردم و در اساس علم تزکیه دادم. اکنون یعنی حسدشان می آید. برادران عزیز اهل توحید، اگر در خاطر داشته باشید یک چند وقت پیش من گشته و برگشته به شما گفتم که ای اهل توحید، از موالاتی که ما به هم دیگر داریم، از دوستی و مهربانی که ما به هم دیگر داریم، از خاکساری که ما به هم دیگر داریم، این آذری ها، این برادران مشرکین، این دفاع کنندگان رافضه، این مشرکین، حسدشان می آید، بخلشان می آید، جگرشان می کفد و خون می شود. و جواب ما برای شما کوتاه هست که می گوییم موتو بغیظکم. محمد انصاری، به همون حسد و غیظی که داری، به همون بدبینی که داری بمیر. اهل سنت و الجماعت با رغم این که تو نمیخواهی دارد روز به روز ظاهر می شود، آشکار می شود. حقیقت برادران تو رافضه ها روز به روز آشکار می شود، ظاهر می شود. در این مردم فارس مردان حق جوی، زنان حق جوی و حق خواه کم نیستند، به عقل و به فهم کم نیستند. هزارها نفر هستند که از این چرب زبانی و بازی ها و دفاع تو از هر منطقه که رفتی و فروخته شدنی تو با خبر هستند. از قصه های مبلغ گیری و رد و بدل با ملا عبدالرحیم و از این بد اخلاقی ها و دروغ ها و چرت و پرت و از این دیگر
در سعودی بودن حکومت سعودی، از سعودی برآمدن، بد بودن گویا سعودی و خوب شدن اردوغان، و بعد از این تا آمدن طالبان بد بودن طالبان و بعد از آمدن طالبان خوب شدن طالبان، رافض معابی و غیره. همه میفهمند که غیر از کیسه و شکمت دیگر چیزی نداره. تو در یک وادی هستی که نام وادیت فروختن دین است و تجارت دین است، و اهل سنت و الجماعت و این عقیده پاک قرآن و سنت در وادی دیگر است. مذهب سلف صالح در وادی دیگر است و ما در وادی که تو هستی نیستیم. ما در وادی که سلف صالح هستن هستیم. بله، انمین است موالات علمای اهل سنت، انمین است موالات طالب علمان اهل سنت. طالب علمان اهل سنت وقتی که دیدن که یک طالب علم در منهج اهل سنت است، در منهج قرآن و سنت با فهم سلف این امت است، همدیگر را باید به خوبی یاد بکنند و همدیگر را باید از اون عقیده ها، از اون بدخواه و از این تهمت هایی که فکر و اندیشه های بدی می آید دفاع بکنند. و امروز هم من میبرایم وقتی که در حق این علمای اهل سنت دفاع میکنم، این مسئولیتی من است. اینا باید دانند مشکلی علمای اهل سنت فارس انا همین است. یک نقطه، یکی از بزرگترین مشکلی علمای اهل سنت و طالب علمان اهل سنت است که خاموشی را در دفاع علمای اهل سنت، در دفاع طالب علمان اهل سنت خاموشی را اختیار کردند. روی خاطر میکنند، میترسند. انا کنون آیت را میخواند محمد انصاری و میگوید که تزکیه درست نیست و معنای تزکیه را دیگر میکند. و بیاید اینا گوش بکنیم و در باب تزکیه یک درس به محمد انصاری بدیم. الله سبحانه و تعالی در سوره نجم میفرماید که فلا تزکو انفسکم. علما میگن که یعنی مدح نکنید خودتان رو، تزکیه نکنید خودتان رو، بهتر از دیگران نشمارید. اینا یک کاری که مثل یک وقتی کلیسا میکرد. حالا داعشی هم این کار رو شروع کرد. ببینید، فرد و پرتگویی در زیر آیت شروع شد. یعنی می آید و میگوید که عبدالظاهر داعی حفظه الله، محمد معروف راسخ حفظه الله، ابو محمد مدنی را تزکیه کردند و این درست نیست. آیت را آورد. در آیت چی گفته است؟ فلا تزکو چی؟ ببینید، کلیسا یک وقت تزکیه نکنید خودتان رو، بهتر از دیگران فلا نشمارید. تزکو انفسکم، خودتان را تزکیه نکنید. آیا این آیت گفته است که دیگران را تزکیه نکنید؟ تحریف جهمی ها رو دیده ایستادید برادران عزیز. آیت دیگر چیز است، آیت دیگر چیز میگوید. ببینید، علما میگن که یعنی مدح نکنید خودتان رو، تزکیه نکنید خودتان رو، بهتر از دیگران نشمارید. اینا یک کاری که مثل خودتان رو. الله سبحانه و تعالی در سوره نجم میفرماید که فلا تزکو انفسکم. مرحمت. فلا تزکو انفسکم. کم این ضمیر شما، یعنی ای مردم خودتون را تزکیه ندهید. خودتون را من خوبم، من زورم، من بهترینم، من عالی قدرم نگویید. اگر شما خوب و بهترین و نغز باشید، دیگران به شما میگوید. در این آیت دیگر یک مسلمان حق را حق گفتن، دیگر یک مسلمان خوب را خوب گفتن منع نشده است. محمد انصاری به ما بگوید که در کجای این آیت الله علمای اهل سنت که همدیگری را تزکیه میدهند، همدیگری را یعنی دفاع میکنند یا خوب میگویند یا عقیدش را اهل سنت میگویند، اصطلاح تزکیه را به این معنا فهمیم، من کرده باشد. در کجا این آیت است؟ در این آیت نیست. در این آیت صیغه به خود شما هست. مسلمان ها به خود شما است. خودتون را زور نگویید. خیلی که امروز
جهال میبرند خودشان را، خودشان زور میگویند، خودشان را خودشان لقب عالمی گذاشتند به مانند خود محمد انصاری. والله الله این بی ادب و بد اخلاق بی عقیده مشرک را به زبان خودش شرمنده کرده است. این آیت به ضد محمد انصاری است. فلا تزکو انفسکم، ای محمد انصاری نفست رو خودت تزکیه نده. تو کی هستی؟ تو در کجا تعلیم گرفتی؟ در نزد کدام علمای اهل سنت تعلیم گرفتی؟ در خود این نوار میبینید که در نزد رافضه ها تعلیم گرفته، در بین رافضه ها به وای رسیده، استادش رافضه بوده، براعت از رافضه نکرده، محبت رافضه در قلبش بر عمق قلبش جای شده، برای همین طول عمرش در دفاع رافضه است. نفست رو تزکیه نده، تو کسی نیستی، تو مجهول الحال، یعنی حالت علمیت، حالت منهجیت مجهول است. کسی رو بیار، یکی از علمای اهل سنت رو که بگوید که این شاگرد من است، در نزد من درس خونده، منهج اهل سنت است. کنی کی هستم؟ نه. برای همین ما سخن سلف رو به شما میگیم، ای ملت فارس، ای اهل سنت، ما به شما سخن اهل سنت رو میگیم که العلم دین. شخیلی که محمد ابن سیرین هم، ضحاک هم روایت کردن. محمد بگویم امام مسلم رحمه الله در مقدمه صحیح مسلم روایت کرده، میگن العلم دین فانظروا من این تأخذون دینکم. ای مردم، علم و مختن دین و مختن است. علم دین است. وقتی که کسی را شما گوش کرده میستید، فکر میکنید که از او علم دینی و مختصید، پس دین و مختصید. نظر کنید که دین را از کی می آموزید؟ از همه کس، از هر کس، از بی منهج و بی استاد و بی شیخ و بی یک آداب و اخلاق تعلیم نگیرید. از کسی تعلیم بگیرید که اولا استادهاش معلوم باشد و ثانیا منهجش پیش از همه معلوم باشد و از اهل سنت و الجماعت بودن او کسی باخبر باشد. از کسی تعلیم گیرید که او دفاع کننده توحید و موحدین باشد، نه دفاع کننده شرک و مشرک. اناکنون فهمیدید که یک کسانی که محمد انصاری را خیلی انسانی به تقوا امین میگفتید، ما میگفتیم که خیانتکار است، خیانت به امت میکند. به طرف داعشی ها خودش دعوت کرده بود. بعد از اینکه دید که اونها شکست خوردن، به طرف اردوغان دعوت میکرد. اردوغان شکست خورد، به طرف طالبان، طالبان به طرف رافضه. انا همچنین انسانی فروخته شده است، ارزش هم ندارد، البته شخصیت هم ندارد، ولی شما میگفتید که نه امین است. میگفتید ببینید که به قرآن امانت ندارد، به قرآن امانت ندارد. این همه رو کور خونده، همه رو کر خونده، همه رو دیوانه خونده است که میگه فلا تزکو انفسکم. الله گفت که پس نفسهایتون رو تزکیه ندید. این آیت رو حجت میگیرد، میگه که شما دیگران رو تزکیه ندید. این آیت به خود است، به خود خودت رو نگو، نه اینکه کسی دیگر رو. در حدیث سه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرش میگن بشرا نعم المؤمن. یک آدمی که خوبی کرد، خوبیش رو مردم بگن که کار خوب کردی، جزاک الله خیر بگن. یک انسانی که در دعوت حق را گفت، ثابت قدم ایستاد، مبارزه کرد، مردم رو گفتن که بله این اهل حق است، حق را گفت، مبارزه کرد، از اهل سنت است، حفظه الله بگویند، این درست است، جایز است، حتی ضرور است بگویند. و این یک بشرا نعم المؤمن، یک بشارت است، نعمت است از جانب الله برای یک بنده موحد پیش از مرگش در این دنیا. اما تو گجا و منهج گجا، تو گجا و اهل سنت گجا. اما بیاید در مسئله تزکیه صحبت بکنیم. تزکیه امروز در بین اصطلاح علما به کدام معنا هست؟ حالا گوش میکنیم این در آخر تزکیه رو جایز نیست میگد. ما اصطلاح علمای معاصر رو در باب تزکیه و کوتاه بودن فکر و اندیشه محمد انصاری و تنگ نظری او رو بیان میکنیم. بفرمایید. علما میگن که یعنی مدح نکنید خودتان رو، تزکیه نکنید خودتان رو، بهتر از دیگران نشمارید. بله ببینید خودش گفته شده است که در زیر این آیات علما گفتند که خودتون رو مدح نکنید.
آیا عبدالظاهر داعی خودشون را مدح کردند و تزکیه دادند یا کسی دیگر رو؟ کسی دیگر رو. من وقتی که میگم که عبدالظاهر داعی حفظه الله عالم اهل سنت است، این مدح نیست، این حق است، این واجبیت است، این دفاع طالب علم اهل یک عالم اهل سنت است. این مدح گفتن نیست. دفاع و مدح را اینها نمیفهمند. منهج، دفاع منهج، حق گفتن منهج را اینها به مدح میبرند. سبب چیست؟ سبب جهل است. سبب در نزد علمای اهل سنت تعلیم نگرفتن است. سبب همین به فتنه الله اینها را گرفتار کرده است. همین است. از دیگران نشمارید. اینا یک کاری که مثل یک وقتی کلیسا میکرد. حالا داعشی همین کار رو شروع کردن. ببینید یک دقیقه صحبت کرد، در همون دقیقه اول چقدر تهمت زد. مسخره و تمسخر و آهای، البته آهی سرد هم میکشد و بالاخره آهسته آمد به مقصدش رسید. اول عبدالظاهر داعی معروف راسخ و ما را به کلیسا یعنی به نصرانی ها مانند کرد. یعنی این بی‌ادبی است. ما به محمد انصاری چقدر رد زدیم، لیکن تا به حال ما محمد انصاری را مثلی نگفتیم که نصرانی هست، نگفتیم. درس هایی که شیخ عبدالظاهر داعی معروف راسخ و بنده دارم، این فقط از جانب توحید و ایمان و اسلام است، کفر بالطاغوت است و الولا و البرا است. این نوجوان مردانه، ناعادلانه، بی انصافانه می آید این طالب علمان اهل سنت را میبرد به خریستیان ها، نصرانی ها روبرو میکند. البته که لا يعرف قدر صاحب الفضل الا ذو فضل. این فراموش نکنید برادر. صاحب فضل را بجز ذو فضل، بجز کسی که خودش اهل فضل است، دیگر کسی نمیداند. اهل علم را اهل علم میشناسند، اهل علم را اهل علم قدردانی میکنند، اهل فضل را اهل فضل قدردانی میکنند. محمد انصاری وقتی که از علما و طالب علمان اهل سنت قدردانی نمی کند و تحقیر و توهین و حتی به نصرانی ها برده تشبیه می کند و این آن، این سببش این است که خودش از اهل علم نیست، از اهل فضل نیست، از اهل فهم نیست. همیشه علمای اهل سنت را، طالب علمان اهل سنت را اهل جهل، اهل خرافات و ضلالت انا همچنین تحقیر و توهین ها کردند. و بعد از اینکه نصرانی می رود یک و یک با داعشی ها میگه. این دو طعنه یکی با همین دو طعنه این جهمی های زمانه، این خوبسا، این قنات های شیطان در حقیقت خیلی هم بگوییم نصرت یافتند یا که پیش رفتند یا که از این دو طعنه اینها در حقیقت پیشروی مردم را در جانب بسوی خودشون حس کردن. شاید طعنه چی؟ اول طالب علم علمای اهل سنت را یهودی یا نصرانی گفتن و طعنه از این جانب، تهمت از این جانب، اخزاهم الله، شرم نکرده طعنه میزنند. از جانب دیگر طعنه در هر یک دور و زمان یک فرقه باشد که فرقه به نام مشهور باشد، فرقه که همه او را بد ببینند، از کفار مشرکین و غیره سخت او را بد ببینند و به بالای همون فرقه هجوم های شدید باشد، طعنه دوم در هر یک دور و زمان علمای اهل سنت را به همون فرقه نسبت میدهند. در این دور و زمان مرحمت به فتنه داعش، به فرقه داعش، به این فرقه نسبت میدهند. بارک الله فیکم. مقصدشون چی است؟ مقصدشون این است که یا از جانب یهود و نصارا شما را از مردم دلخونی کنند یا از جانب یگان فرقه شما را به مردم دلخونی کنند. مقصدشون شما را نابود کردن است. حالا ببینید چی میگن. کلیسا یک وقت سکوک غفران صادر میکرد، برای این طرف بهشتی است.
اگر واقعا من تا حالا نشنیدم ندیدم، اگر واقعا که این اساتید تزکیه کرده باشن امثال ابو محمد مدنی رو، یادم اون مثل میفته انسان که ارچه بگندد نمکش میزنند، وای به آن روز که بگندد نمک. تزکیه کردن این کار الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میفرماید که الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. بعضی کسایی رو میبینی که خودشون رو، این عادت یهود و نصاراست، میگفتن نحن ابناء الله و احبته. ببینید بارک الله فیکم، باز آیتی که به مسئله خود انسان ربط دارد آورده این کار میکرد. تزکیه چی است امروز در اصطلاح علما، امروز در اصطلاح علمی امروزه تزکیه چی است؟ محمد انصاری نمیداند. پیش از اینکه به محمد انصاری درباره تزکیه صحبت بکنیم، آیت رو یک بار دیگر میخونم، یا که ببینید خودش میخواند، ببینید که آیت رو چگونه میخونه. ما فرزندان یشاء ولا یظلمون فتیلا. سوره مائده ترجمه میکنم. بعضی کسایی رو میبینی که خودشون رو، این عادت یهود و نصاراست. من میگفتن نحن ابناء الله و احبته. ما نحن ابناء الله و احبته. الله سبحانه و تعالی انا همچنین این جهالا رو به من شما بیان میکند که به طالب علم علمای اهل سنت رد میزند، لیکن آیت رو میخواند که نحن ابناء الله و احبته. خوب گوش کردید؟ بله. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده این آیت رو نازل کرده است. الله سبحانه و تعالی میگه وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه. ابنائی در حالت کسره نیست، بلکه در حالت ضمه. ابناء هست، یک مشکلی. دومی مشکلش و احبته نه. اینجا چقدر خطاگی بزرگ است. و احباؤه. لیکن اینها چی پروا دارند؟ لپتوپ را به نزدشان کشودند، حتی از لپتوپ خونده نمیتوانند، یا هر آیتی که از همون کامپیوتر ندید حتما خطا میگه. برای که در نزد اینها منهج مهم نیست، منهجی نیستند، تعلیم نگرفتند. الله از جانب دیگر خورشون میکنه. پس محمد انصاری نصیحت ما به خودت همین است که قرائت را خوب بکن، انشالله خوب میشود. تعلیم بگیر در باب قرائت. نحن ابناء الله و احبته. ما فرزندان خداییم، ما دوستداران خداییم. در اسلام کسی رو تزکیه نمیکنه. ببینید حالا یهود را می آرد، قصه یهود را، و به عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ حفظهم الله رد میزند. میگد که این یهودها بودند که خودشون را تزکیه میکردند و میگفتند که ما فرزند الله هستیم و دوست داشته های الله هستیم. برای من میگد محمد معروف راسخ، عبدالظاهر داعی حفظهم الله، شما این سخنها را نگوید، شما مثل یهود شدید. میگه برای چی؟ برای اینکه هر دوی این شیخ ابو محمد مدنی رو گفت تزکیه داده باشه. بله تزکیه دادن، الله حفظشون بگه. دلیل آوردن، حجت آوردن عیناً به مانند حجت آوردن رافضه است. اینقدر رافضه رو دوست داشت، اینقدر رافضه رو دفاع کرد که عاقبت به فتنه رافضه ها، به فهم رافضه ها الله این را ابتلا کرده است، گرفتارش کرده است که فهمش هم، مغزش هم، قلبش هم، فهمیش که از قلب است به مانند فهمیش رافضه شده است. در اینجا الله یهود را گفت که یهودها شما خودتون رو تزکیه داده، از پیش خود دروغ گفته، خودتون را فرزند الله، پسرهای الله و دوست داشته های الله نگوید. این سخن را به شما آیا الله گفت؟ نگفت. یگان رسول گفت؟ نگفت. این سخن را از کجا پیدا کردید؟ از خودتون. نکنید، این کارشون حرام است. خودتون را تزکیه ندید. اما حادثه عبدالظاهر داعی و معروف راسخ که در حق ما گفتند،
این منهج اهل سنت است که این را علمای سلف بیان کردند. و البته اگر به قرآن نظر بکنید، قرآن و سنت و منهج سلف صالح همین را میگوید که همیشه در جانب حق باش، حق را حق گو، علمای حق را علمای حق گو، همیشه از باطل دور باش، باطل را باطل بگو و علمای باطل را علمای باطل. رسول الله از علمای باطل ترسیدند. این اخاف على امتی من ائمه المضلین. در روایت آمده است که من به امتم از امام ها، از پیشوایان گمراه گشته میترسم. پس بارک الله فیکم، حجت آوردن اصلا به خاطر دفاع نفس است، حجت آوردن به خاطر حسد است، حجت آوردن به خاطر بدبینی اهل سنت است. از همین جهت محمد انصاری در این حجت آوردنش موفق نشد، بلکه شکسته شد، بلکه شرمنده شد، هم از تلاوتش هم از بنای بیان تفسیرش. اگر همه آیات ها را همین خیلی تفسیر کرده باشی تا امروز و آینده هم همچنین تفسیر بکنی، بجز گمراهی، بجز زلالت به بالای این مردم دیگر چیزی نمیاد. این کسانی که محمد انصاری را من نمیدانم یک استاد انتخاب کردید، ببینید که چگونه تحریف میکنه. تحریفش مثل تحریف رافضه است. ما سخنهای سلف میگیم که سلف صالح چگونه همدیگری را تزکیه میدادند و همدیگری را حق میگفتند. در اسلام کسی رو تزکیه نمیکنه. ببینید یک سری چیزایی هست در اسلام کسی رو تزکیه نمیکرد. ببینید اول آیات هایی که آورد قصه یهود آورد، این درباره خود آیات ها بود که خودتون رو تزکیه نکنید. آیات ها به دیگر معنا بود، خودش هم همون معنا را گفت که یهودها خودشون رو تزکیه دادن. در آخر آمد و نتیجه رو دیگر کرد، سخنی باطل گفت در اسلام کسی رو تزکیه نمیکرد. آیا همین درست است؟ همین سخن درست نیست. برای چی؟ برای که مخالف مذهب سلف است. ما کتاب های سلف را داریم: اصل السنه و اعتقاد الدین، ابو زرعة الرازی وفات کننده 256 هجری، ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری، و کتاب حرب ابن اسماعیل کرمانی السنه، شرح السنه احمد ابن حنبل، الرد على الجهمیه احمد ابن حنبل، و دیگر از کتاب های سلف صالح زیاد داریم. و بعد از اینها از متقدمین ابن بطا یا که البربهاری کتاب بزرگی شرح اعتقاد اهل سنت و الجماعه اللالکی، نظر بکنید که چگونه سلف صالح تزکیه دادن. تزکیه وجود دارد. تزکیه به کدام معنا؟ تزکیه به کدام معنا؟ به معنای درست، به معنای صحیحی که سلف صالح استفاده بردند و امروز هم علما به اصطلاح امروزه باز استفاده میبرند. یعنی معناش اگر مختصر عادی بگوییم، یک نفری که از عالم حق است، حق را میگوید، کسی آمد و کسی آمد در بالای همون عالم از شما سوال کرد، گفت احمد ابن حنبل چگونه عالم است؟ در این حالت شما میشناسید که احمد ابن حنبل چگونه عالم است. خاموش ایستادن شما در انامین حالت خیانت است. خیانت هم به منهج، هم در حق علما و هم در حق حق. در حق حق احمد ابن حنبل دارد به کی مبارزه میبرد؟ به جهمی ها، به کفار مشرکین. مردم به شبهه غلطیدند، برای که امروز هست کسانی که احمد ابن حنبل را مجسمه میگوید. از تو آمد پرسی چی میگوی؟ خاموش میستی میگوی احمد ابن حنبل یکی از حقگویان، امام اهل سنت، سلف صالح، کسی که مخالف او برآمد جاهل است. و این حالت در زمان خودی احمد ابن حنبل بود. تزکیه علما یعنی دفاع علما، جانبداری علما. از احمد ابن حنبل را از زمان خودش نظر بکنید. زمان فتنه، در زمان فتنه مردم متحیر می شوند، مردم به شک و تردد واقع می شوند، زیرا که مردم عادتا از نازک و دقایق های علمی دور هستند. از دو جانب وقتی که متحیر شدند، پس سوال به مردم به وجود می آید. مردم مسلمان ها می گویند که احمد ابن حنبل در جانب دیگر ابن ابی داود معتزلی
و مأمون حاکمی این حکومت بزرگی در همون وقته عباسی هست، کدام از اینها حق است؟ کدام از اینها حق است؟ البته میگوی احمد ابن حنبل. در همون زمان رو میگیم، در همون زمان صدها علمای اهل سنت این احمد ابن حنبل رو دفاع کردند، حق گفتند، امام گفتند، حق گفتند. و انا همین به معنای تزکیه هست. تزکیه که در قرآن رد شده، خودت را باطلانه حق نگو، این دیگر چیز است. اما یک نفری که در زیر مصیبت، در زیر از عذاب و شکنجه به خاطر حق است، این حق گفتن این واجب است، این واجب است. چخیلی که چخیلی که ابو داود در سننشون ذکر میکنه، چخیلی که همه کتاب های سلف صالح در دفاع علمای سلف آمده است. تو نظر بکن به کتاب خلق و افعال العباد امام البخاری رحمه الله. پس بارک الله فیکم، در این زمان هم وقتی که در بین یک ملت بزرگ، ملت فارس، یک ملت خیلی هم بزرگ که صدها میلیون انسان دارد، خیلی بزرگ است، مردم از این جنگ حق و باطل قسم، نه همه مردم، بعضی از مردم وقتی که از این جنگ حق و باطل در حیرت ماندند، مردم بین مبارزه حق و باطل متحیر ماندند و بعضی از شبهات گرفتار شدند. بعضی از طعنه های جهمی ها نسبت بنده یا دیگر از طالب علم اهل سنت و الجماعت اونها را به شک گرفتار کرد. رفتند و گفتند که شیخ عبدالظاهر داعی، شیخ محمد معروف راسخ یا دیگر ای طالب علم اهل سنت، ای عالم اهل سنت، انا همین انسان ابو محمد مدنی آیا طالب علم اهل سنت است یا نیست؟ یا طالب علم طاغوتی است، یا طالب علم رافضه است، یا طالب علم حزبی و مدخلی است، یا طالب علم اشعری و ماتریدی است؟ کی هستیم؟ این واجبیت هر یک طالب علم است که وقتی که دید و دانست و فهمید بگوید که این طالب علم یا اهل سنت است یا اهل بدعت است. وقتی که شناخت، وقتی که ما را شناخت، وقتی که علما ما را شناختن، گویند که بله این یکی از طالب علمان اهل سنت است. این واجبیتشون هست. در این روزی فتنه، در این روزی سختترین مبارزه بین حق و باطل، حق اهل سنت، باطل جهمی ها، این مبارزه شدیده که امروز بین ما و بین این جهمی ها، این رافضه های خبثای قبوری ها و صوفی ها می رود، حزبی ها و مدخلی ها و آزری ها و اشعری و ماتریدی و این خبثا می رود. در امروز اگر یک طالب علم اهل سنت را بله طالب علم اهل سنت گفتن نباشد، پس ما چگونه اهل سنت را دفاع میکنیم؟ دفاع کردن اهل سنت با دفاع کردن طالب علمان اهل سنت است، با دفاع کردن حق گفتن علمای اهل سنت و الجماعت است. فراموش نکنید این منهج سلف است. اما افسوس، صد افسوس که امروز محمد انصاری در بالای منبر به هزارها خطاب میکند، مراجعت میکند، ولی از منهج اهل سنت بوی ندارد، بوی ندارد. تزکیه نیست میگه، کسی را تزکیه نمیداد. پس وقتی که عبدالله ابن احمد ابن حنبل کتاب سنت را نوشتند، علمای اهل سنت را تزکیه دادند و علمای اهل بدعت را انکار و رد کردند، خطا کردند. علمای علم الرجال و مانند امام الذهبی سیر اعلام النبلا را نوشتند، علمای حق را حق گفتند و علمای باطل را باطل گفتند، مگر خطا کردند؟ در هر یک دور و زمان این مبارزه حق و باطل، جنگ حق و باطل بین توحید و شرک وجود دارد و در هر یک دور و زمان باید علمای اهل سنت همراه همدیگر باشند، دفاع کننده همدیگر باشند، یک دسته باشند، یک جمعیت باشند. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا باشند.
در زیر قرآن و سنت فهم سلف این امت یک دسته باشند، یک دل باشند و همدیگری را موالات کنند. و این موالات توحیدی، این موالاتی که از اهل اصل دین است، از لا اله الا الله محمد رسول الله هست، انا همین موالات چی است؟ یکی از همین نمود موالات دفاع کردن طالب علم و علمای اهل سنت همدیگری را. مذهب ما معلوم است، مذهب ما واضح است، این قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. و این فرقه ناجیه، طائفه منصوره، اهل سنت و الجماعه است. فراموش نکنید. لیکن این جهمی های زمانه میخواهند به مانند محمد انصاری که ما علما و طالب علمان اهل سنت یک جا نباشیم، در حالت الوهیدگی تنهاگی باشیم، همدیگری را دفاع نکنیم. چرا میترسند برادرای عزیزم؟ چرا میترسند؟ چرا رنگ پرانی و اضطراب شدن و دلزنی و فشار بلند شدن اینا؟ چرا؟ زیرا که وقتی که طالب علم و علمای اهل سنت به اون مرتبه و درجه بزرگ رسیدند، فهمیدند که دفاع همدیگر ضرور است، فهمیدند که خوب گفتن همدیگر ضرور است، فهمیدند که احترام همدیگر ضرور است. وقتی که علمای اهل سنت همدیگری را به این درجه آداب و اخلاق معامله کردند و تزکیه و احترام کردند، والله حق خیلی هم زود منتشر می شود، خیلی هم زود ظاهر می شود. دعوت الوهیدگی خیلی هم پیشرویش ضعیف است، اما دعوتی که علمای اهل سنت به همدیگر رابطه کردند و همدیگری را دفاع کردند، در این وقت دعوت در این بین، در این ملت، در این قوم خیلی هم به مراتب زود ظاهر می شود. محمد انصاری از من و عبدالظاهر داعی و معروف راسخ خستگیش، غمگینیش، نارضاییش انا همین است که ما حق را ظاهر میکنیم. چقدره که حق زود ظاهر شد، عزتش یا که آبروی محمد انصاری انا همون قدر نابود می شود. چرا؟ برای که ای مردم، وقتی که شما توحید را فهمیدید، حق را فهمیدید، اهل سنت را فهمیدید، قرآن و سنت فهم سلف این امت را فهمیدید، والله بروی سیاه چهره کثیف اینها توف میکنید. والله از روزهایی که با اینها گذرانیدید پشیمان میشوید. میگوید که مسکین بودم که 10 سال خودم را به این جهلا گذرانیدم. زیرا که منهج اهل سنت منهج علم است، منهج فهم است، درک است و عدل است و انصاف است، توحید است، الولاء والبراء کفر بالطاغوت است. منهج جهمی ها منهج سخنهای بیجا و بیهوده و مقصد اساس باز میگردد دفاع مشرکین. قسم برآمد از جهمی ها دفاع صوفی میکند، قسم اشعری و معترضی میکند، قسم رافضه و قسم از حزبی. مگر محمد انصاری نبود که با محمد اقبال شرمنده برآمده در یک صف ایستاد؟ مگر محمد انصاری نبود که دموکرات خواهان تاجیکستان را طرفداری کرد و همراه صف اونها ایستاد؟ چهرهش سیاه است. محمد انصاری دموکراسی رافضه مشرک اردوغانیه، تمام صفتهای بد به سرش می آید. صفتهای منافقین را خوانید به سر محمد انصاری زنید. آیا هست تا به حال کسی که محمد انصاری رو بعد از این شرمندگیش باز میگد که خوب است؟ وای بر حالت محمد انصاری، شرم بود به تو. زایی کسی که مثلا برای یک طالب علمی میخواد بره ثبت نام بکنه در یک دانشگاهی میگن تزکیه بیار، این چیز دیگری است که حالا یکی از علما بزرگان و وجهای منطقه یک چیزی نامه می نویسه که بله من فلان ابن فلان رو میشناسم و شاگرد خوبی است، طالب علم است، حافظ قرآن است، اخلاق و خلق و خوی خوبی دارد. بعد از اون در زیرش یک جمله رو اضافه میکنن اکثرا در تزکیه علما: نحسبه كذلك، ما اینگونه فکر میکنیم، ولا نزکی علی الله احدا. این جمله رو همیشه علما بله حق است. انا کوب به خودت آمدی محمد انصاری. تزکیه که عبدالظاهر داعی داده
محمد معروف راسخی ما داده انا همین است، حفظهم الله. انا همین است که گفتن ظاهرا میبینیم که یک طالب علم اهل سنت است، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. زیرا که تزکیه به الله، این مشایخ نگفتن که ما تزکیه به الله میدهیم. ای جاهل، ای جاهل چی میگویی؟ ای کرت و پرتگو، ای چرب زبان شرمنده. تو فکر میکنی در اون طرف اکران، در اون طرف شاشه تو رو دیگر انسانهای احمق گوش میکنن؟ چی میگویی محمد انصاری؟ آیا عبدالظاهر داعی حفظه الله و محمد معروف راسخ حفظه الله برآمده گفتن که ما به الله تزکیه میدهیم که انا همین انسان این است؟ نه، گفتن که ای برادرم، ای برادرها، انا همین ابو محمد مدنی یک طالب علم اهل سنت است. ما همچنین فکر میکنیم، الله میداند و ما در نزد الله هیچ کسی رو تزکیه نمیکنیم و این منهج اهل سنت است و ما هم در سخنها همین رو میگیم. و من چندین مراتبه در حق عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ همین رو گفتم که ما ظاهرا تا جایی که عمل دارن، دعوت دارن، میبینیم که شیخ عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ علمای اهل سنتند و حقند. ما همچنین گمان میکنیم، ولی در نزد الله به الله هیچ کس را تزکیه داده نمیتوانیم. الله خودش از قلب هر انسان با خبر است. برای چی این سخن رو میگیم؟ برای اینکه ما از قلب انسان ها بیخبریم، برای آن که ما در نزد الله خودمو بنده بودنمون را اقرار بکنیم که ما فقط در این دنیا بظاهر حکم میکنیم. برای چی این سخن را میگیم؟ برای اینکه منهج اهل سنت بظاهر حکم کردن است. به زبانش به عملش کفر کرد کافر است، به زبانش به عملش منهج اهل سنت کرد اهل سنت است، به زبانش و عملش دفاع رافضه را کرد مشرک. مسلمان گفت آذری مشرک است، طاغوت پرست است. وقتی که اردوغان دفاع کرد، ظاهرا تو خودت طاغوت پرست رافضه ای، یعنی دفاع کننده رافضه از جانب مشرک آذری و از جانب دفاع کننده اردوغان و طاغوت پرست. ظاهری عبدالظاهر داعی و معروف راسخ ظاهرا تا امروز دیدیم اهل سنت است، والله اعلم. ظاهری ما طالب علم اهل سنت و الجماعت است، ظاهری رافضه رافضه، ظاهری حزبی حزبی. از باطن ما بیخبریم. باطن در دست الله است، این منهج است. ما هیچ کس را حق نداریم که به باطنش تزکیه بدیم، بگیم قلبی همین بهترین است، در نزد الله من تزکیه میتم. نه، الله المستعان. این چی جهالت است. و بالاخره خودش انتخاب کرد، خودش اقرار کرد که تزکیه بوده است. همون علما وقتی که به دانشگاه میروی میگه که بله این شاگردی من است، این طالب علم خوب است، با آداب است، یکی از مجتهدین، یکی از حرکت کننده ها، کوشش کننده ها، طالب علم اهل سنت است. میگه همین گپ میگه. بله، آیا علمای اهل سنتی که به دانشگاه رفتن به تو تزکیه میدهد، اگر تو رافضه باشی، اگر تو ابوبکر و عمر دشنام کرده باشی، در نزدش قرآن تحریف شده گفته باشی، مادرمون عایشه رضی الله عنها را طعنه به قذف زده باشی، همون عالم به تو تزکیه میدهد؟ میگه که رفت نیست شب از نزد من، تو خبیث هستی، من به تو تزکیه نمیدم. علما آداب و اخلاق رو میبینند، منهجت رو میبینند، میگن که انا من انشاءالله انسان خوب است و الله با میداند. انا میگم ولا نزکی علی الله احدا. این جمله رو همیشه علما در زیرش می نویسن. ما این گونه حساب میکنیم، این گونه فکر میکنیم و در پیشگاه الله سبحانه و تعالی کسی رو تزکیه نمی کنیم. ولا نزکی علی الله احدا، چون الله سبحانه و تعالی از درون ما آگاه است. ببینید، باور بکنید من محمد انصاری رو یک فکر میکردم، لیکن بالاخره همه جمله عاقبتش شرمندگی، همه سخن عاقبت شرمندگی. کی کدام کسی آمد و کسی دیگر را از باطنش تزکیه داد؟ امام احمد ابن حنبل رو وقتی که علما تزکیه دادن، مگر به باطن امام احمد ابن حنبل تزکیه داد؟ مگر ظاهر عقیده نبود؟ لیکن بیچاره ها مساکین هستند، خیلی مسکین است. من نه از درون ابو محمد مدنی آگاه هستم، نه او از درون من آگاه. همچین ادعای اگر ما بکنیم ادعای باطل است، ادعای غیب است. غیب را الله سبحانه و تعالی میداند. اگر این علما یا این طلاب علم یا دعوتگران همچین کاری کرده باشند، این اشتباس. ببینید خیانت. ببینید
میگه که ابو محمد از درون من آگاه نیست، منم از درون ابو محمد آگاه نیستم. ولی این یک امر مسلمات است، مقرری هست. کی دعوا از درون کس کرد؟ کی دعوا از درون کسی دیگر کرد؟ و در آخرش می آید شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله را و محمد معروف راسخ حفظه الله را طعنه میزند که میگه اگر اینها آمده باشند، اینها ضمیر به کی میگردد؟ ضمیر به این دو مشایخ اهل سنت باز میگردد. میگه اگر اینها آمده باشند و همچنین کار کرده باشند، همچنین کار، کدام کار؟ ببینه وقتی که طعنه میزند به ضمیر طعنه میزند، به ضمائر طعنه میزند، به اشاره طعنه میزند که اینقدر بی‌ادبیش، فحاحیشش معلوم نشود. سبحان الله. همچنین کار یعنی تزکیه قلبی ابو محمد مدنی را داده باشند، میگن این خطاست. این طعنه به شیخ عبدالظاهر داعی است حفظه الله، طعنه به محمد معروف راسخ است حفظه الله، طعنه به من، طعنه به همه منهج اهل سنت است. این بی‌ادبی، شرمندگی، چرب زبانی منافقت است. والله منافقت است. منافقین همچنین فریب و نیرنگ دارند. به جمله ها اینها خوب دقت بدید. محمد معروف راسخ، عبدالظاهر داعی کی گفتند که ما قلب درونی ابو محمد رو تزکیه میدیم؟ ای بیچاره مسکین، تو تهمت نزن. شرم نمیداری؟ شرم نمیداری که یک انسانی سال خورده رو، ریش سفیدی که در راه دعوت ریشه هایش رو سفید کرده بیای طعنه زنی؟ ای کودک، ای شرمنده، آداب تو کجا شد؟ اخلاقت کجا شد؟ رافضه ها را در دوام صحبتت میگویی اینها برادران ما هستند، لیکن اهل سنت رو اینقدر طعنه میزنی. این چی هستین؟ این بی ادبی رو به کجا میبری؟ در تاریخ تو خبیث خائن این منافقی و نفاقت نوشته خواهد شد. تاریخ تو رو ما مینویسیم. اما برادران موحدی من، ببینید منافقین چگونه جمله بازی میکنند. میگه که به درون حکم کردن ممکن نیست، این است و آن است، لیکن اگر همچنین کار رو کرده باشند. هیچ کس همچنین کار رو نکرد. این موضوع رو ما طالب علمان اهل سنت، ما از تو و امثالت بهتر و افضلتر میدانیم تزکیه چی هست، چی معنی دارد، سلف چگونه کردند، امروز چی اصطلاح دارد، مسئله قلب چی است، تو ظاهر چی است. واجبات تزکیه در ظاهر است، نه به قلب. و این مشایخ و ما و دیگر هیچ کسی به قلب تزکیه ندادیم. ای متهم، نسوز، نسوز، موالات اهل سنت را دیده نبوری، بدون توحید نروی. ببینید موالات توحید، یک کلمه مشایخ و یا یک کلمه ما در حق اونها خوب سخن کردن، موالات مؤمنین و موحدین همدیگریشان را، جهمی ها را می سوزاند، می کفاند، می گدازاند. الله اکبر، الله اکبر. به زبانش می خواهد که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. به زبانش می خواهد که نور الله را، حق را، توحید را پوشاند. با پوشانیدن علمای اهل سنت، سنت را پوشاند. با پوشانیدن علمای توحید، توحید را پوشاند. نمیتواند. سخنش فقط چرت و پرت و ضد و نقیض و شرماور است. تهمت و بهتان است در در حق مشایخ. والله متم نوری، الله نورش را کامل میکند، میرساند برغم نخواست شما، اگرچه مشرکان و کافران نمیخواهید، ولو کره کافرون او مشرکون در وجه دیگری. یا دعوتگران همچین کاری کرده باشن، این اشتباس و ما صراحت میگیم، با کسی هم رو درباستی نداریم که بیان کسی رو تزکیه بکنن و سببی بشن که جوانها برن پیروی از او بکنن و گمراه بشن. انا گیریه محمد انصاری امین است که او عبدالظاهر محمد معروف تزکیه نکنید که امروز جوانهای زیاد پیروی یا به شاگردی یا به گوش کردن ابو محمد مدنی رفته ایستاده است. نکنید. ما مردیم، خراب شدیم، تجارت ما بسته شد، گفته ایستاده است. عاقبتش گریه و ناله هست. بیچاره مسکین. این اشتباه نیست، این منهج اهل سنت است. دفاع طالب علمان اهل سنت همدیگری را فرض است. دفاع علمای اهل سنت همدیگری را حق گفتن، این امر الله و رسول منهج سلف این امت است. این فرض یک عالم و طالب علم برگردنش مسئولیتش است.
خیانت کردی، مسئله قلب رو گرفتی و گفتی که اشتباه است. اینها به قلب فتوا ندادن. ای خیانتکاری منافقین. برای من الله سبحانه و تعالی گفت منافق ها را از لحن تعریفونه فی لحن القول، در لحن سخن، در روش سخن منافق رو میشناسید. همین محمد انصاری منافق است. ببینید چقدر بازی کرد، بالاخره در لحن سخن آورد، فریب داد و در سخن دیگر است، جنبستیش رو دیگر کرد و به بالای این مشایخ چیزی رو زد که نبود. یعنی حکم کردن تزکیه به باطن. البته که این خیانت، این بی ادب رو بسیاری ها میدونند. الحمدلله روز به روز مردم فهمیده ایستادند، اهل فکر زیاد شده ایستادند. الحمدلله. من فکر میکنم امروز خیلی صحبت ما دراز شد. ما به 3 دقیقه و 26 ثانیه سخن بگویم محمد انصاری مشرک جواب گفتیم و این سخنش 20 دقیقه است. تصور کنید که ما چند وقت ما جواب میدیم و به همین واسطه به شما منهج اهل سنت رو میرسونیم. حالا منهج اهل سنت رو در دفاع علمای اهل سنت هم دیگریشون رو فهمیدید که این یک از واجبات دین است که علمای اهل سنت هم دیگریش رو دفاع بکنن. بعد از این بارک الله فیکم منهج تزکیه رو فهمیدید و بعد از این خیانت و فریبگری این خبیث رو فهمیدید. سببی بشن که جوانها برن پیروی از او بکنن و گمراه بشن. این یک. ثانیاً جناب استاد دایی و جناب استاد راسخ عالم دین نیستن که بیان کسی رو تزکیه بکنن. ما با کسی شوخی هم نداریم که ما با کسی شوخی هم نداریم. عالم کسی هست که لیس العلم بکثرت الروایه انما العلم باتباع الكتاب والسنه. علمای ببینید چی گفتن، علمای سلف. عالم شدن به کثرت روایت نیست، عالم شدن به بسیار خواندن و بسیار دانستن نیست. عالم همان کسی است که اتباع و پیروی از کتاب الله، کلام الله و سنت رسول الله با فهم سلف صالح میکنه. قال الله، قال الرسول، قال الصحابه الكرام. میگوید انا من عالم است. ای ملت فارس، زیبا سخن کردن و چرب زبانی کردن و زیبا لباس پوشیدن و عینک رافیزی زدن و ابیات خواندن و قصه نقل کردن عالمی نیست. عالمی قال الله، قال الرسول، قال الصحابه گفتن، قرآن و سنت رو با فهم سلف این امت بیان کردن. توحید علم است، لا اله الا الله علم است، کفر بالطاغوت علم است، الولاء والبراء علم است. این اصل دین است، دعوت همه انبیاء و المرسلین است. این انبیاء و المرسلین به چی دعوت کردند؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق مبعوث کردیم، فرستادیم، ارسال کردیم به هر یک امت رسولی را که اینها دعوت میکردند که یگانه الله را عبادت بکنید و اجتناب از طاغوت بکنید. این دعوت انبیا علم بود یا نبود؟ بگو نبود کافر استی، مشرک استی. بگو علم بود، حق است. علم اعبد الله اجتنب الطاغوت، یگانه الله عبادت کن، از طاغوت اجتناب. علم این لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، که این نفی است و اثبات است. کفر بالطاغوت و براءت و تکفیر و موالات، ایمان به الله و موالات بر مؤمنین. علم لا اله الا الله است. اما عالم کیست؟ عالم کسی است که دعوتش به مانند دعوت انبیا باشد، کتابش از قرآن و سنت نوشته، رساله شرح داده باشد، دعوتش به سوی قرآن و سنت با منهج سلفی صالح، نه به منهج خودش، نه به منهج رافضگی، به منهج سلفی صالح باشد.
عالم کسی که مردم را به سوی توحید دعوت می کند، عالم کسی که پیروی از انبیاء و المرسلین کرده است و دعوتش مثل دعوت امروز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در مکه فقط بلا اله الا الله دعوت کرد. این است عالم. انا کن بیا ببین که امروز دعوت ما کدام دعوت است؟ دعوت به سوی لا اله الا الله است یا به سوی غیر لا اله الا الله است؟ به سوی لا اله الا الله است. مثل شما خیانت نکردیم، منافقی نکردیم که 10 سال است که رافضه را میزنی، به رافضه ضدیت داری، اما در عین زمان رافضه را برادران بهترین ما میگویی. اهل سنت را متشدد و خوارج میگویی. این رافضه زدنت، مبارزه بردن بر رافضه غیر از یک دوکان تجارت دیگر چیزی نیست. ما میدانیم چقدر برادران تاجیکی ما در وقتها به شما همکاری داشت و چقدر جمع کردید. میدانیم تو اگر مرد باشی، مسلمان باشی، منهج اهل سنت در بالای رافضه را تطبیق کن. بیا تطبیق کن در بالای رافضه منهج اهل سنت چی است. بیار علمای اهل سنت ربانی را که در همین عصر حاضر سخن تو را بگویند که رافضه برادری بهترین من است، خواهر من است. بگویند کدام علمای اهل سنت بودند؟ بیار اینجا. از خودت سخن میکنی، تقول به دین الله داری، احتیاج باش که رگهای دلت نکفد. خیلی که الله وعده داده و تنبیه داده و خبر داده. پس ما میگوییم که هر کسی که دعوت به سوی توحید بکند، هر کسی که تطبیق و توحید را برای زنده شدن و تطبیق کردن و خودش هم برای عمل کردن دعوت بکند که این لا اله الا الله محمد رسول الله است، انمین است عالم. انمین است عالم. و دعوت عبدالظاهری داعی حفظه الله و محمد معروف راسخ را بگیرید و گوش بکنید که به کجا دعوت میکنه. به توحید است. بله به توحید است. ما دیدیم که به توحید است. تا جایی که ما دیدیم به توحید است. دعوت به سوی توحید انمین است علم. اما در نزد جهمی ها توحید قدر ندارد. در نزد جهمی ها لا اله الا الله محمد رسول الله علم هم نیست، دین هم نیست، قدر ندارد. یک کلمه خالی است. علم در نزد اینها چی است؟ این در نزد جهمی ها دوکان بازی، تجارت دین، خیانت، معامله به قبوری ها. انمین است. الولاء و البراء در نزد اینها دین نیست، علم نیست. اهل کلام هستند، کلامی های جهمی. اخزاکم الله. والا استاد دایی ادعا بکنه که مثلا عالمی از علمای مسلمین است، یا استاد راسخ ادعا بکنه که عالمی از علمای مسلمین است، همچین چیزی نیست. اینا عالم دین نیستن. موتو بغیظکم، موتو بغیظکم. به همین غیظ، بدبینی، حسد بمیرید. کدام وقت دیدید که اولا از نفس خودم بگویم آیا ما یگان مراتب یا من یگان مراتب خودم رو عالم گفتم؟ من تا جایی که از برادران خبر دارم و تا جایی که از عبدالظاهر حفظه الله شیخ خبر دارم، از محمد معرف راسخ خبر دارم، نگفتن که من عالم مسلمین هستم، من بزرگترین دعوتگر هستم، من عالمی بزرگ ملت. این خیل سخن رو یگان نفر از علمای اهل سنت نگفته و نمیگوید. امام احمد ابن حنبل نگفته بودن که من عالم امام اهل سنت هستم، نگفتن. ابن تیمیه رحمه الله من امام اهل سنت هستم نگفتن. بیچاره در درون ترمه وفات کردن، در درون حبس و زندان از دست شما جهمی ها وفات کردن. دیگر مردم اینها را عالم میگوید، دیگر انسان ها اینها را عالم میگوید. دیگر مسلمان ها مرده نیستند. ای محمد انصاری، مسلمان ها مرده نیستند، بی عقل نیستند، جاهلی مرده نیستند که نفهمند. مردم فهمیده ایستادند که کی علم دارد و کی ندارد، کی حق خواه است و خیر خواه است، کی تاجر دیندار است. مردم میگویند که عبدالظاهر، محمد معرف راسخ و ابو محمد مدنی علم دارد. برای چی؟ برای که دعوت به سوی توحید میکنه. برای که وقتی که سخن میکند
در اساس قرآن، سنت، اجماع سلف و مذهب سلف سخن میگه. بله انسان است، خطاگی همه دارد، لیکن در اصل دین ثابت و البته که مردم این فهمیده شده است. چی مشکلی دارد وقتی که عبدالظاهر داعی را مردم عالم گفت، محمد معروف راسخ را حفظهم الله، مردم وقتی که این دو نفر را عالم گفت، به تو چی ضرر رسید؟ چرا برنج آمدی؟ چرا خفه شدی؟ چرا مضطرب شدی؟ سبب چیست؟ سبب این است که از تقدیر الله راضی نیستند. سبب این است که به فضل داده الله حسد میبرند. فعلی که الله در آیت قرآن نازل کرده، حالا به یادم نامده است. الله در آیت قرآن میگه که این چنین انسان ها هستند که به فضل داده یحسدون الناس، حسد میبرند به مردم، به داده الله، به فضل الله. اینها میگن که ما 10 سال است، 15 سال است دعوت میکنیم، کوشش میکنیم، چرا ما را عالم نگفتید؟ چرا اونها را عالم میگید؟ چرا ما خود ما را عالم نگفتیم و اونها خودشون عالم گفتن؟ اینا دعوتشون که به خاطر مشهور شدن است، خیلی اذیت میکشند از شهرت دیگرها. من تا جایی که علمای اهل سنت رو دیدم، از شهرت پیدا کردن اینقدر میهراسند. علمای اهل سنت شب و روز کوشش میکنند که مشهور نشوند، از فتنه شهرت میترسند، لیکن الله به اونها عزت شهرت داده است. اما چی بسا دیدیم جهمی های را که شب و روز برای به دست آوردن شهرت میکوشند و میکوشند، الله خارشون کرده است. شهرت هم ندارند، عزت هیچ چیزی ندارند. هر روزی آیندهشان بدتر از روزی گذشتهشان است. هر روزی آیندهشان شرمنده تر از دو روزی گذشتهشان است. این یک سنت کونی الله است. الله اکبر. بکنه که عالمی از علمای مسلمین است، همچین چیزی نیست. اینا عالم دین نیستن. اصطلاح عالم دین به کسی اطلاق میشه که مجتهد باشد، عالم دین واقعا باشد، حافظ قرآن باشد. این باطل است. انا همین سخنش باطل است. بیا به مناظره محمد انصاری، بیا به مناظره به کانال مدرسه اهل سنت و الجماعت ما به تلگرام، بیا اینجا ما به تو تعلیمات بدیم. دروغ میگویی، در اساس علم میگویم، در اساس سخن حق میگویم، در اساس امام های اهل سنت میگم که تو دروغ میگویی. عالم دین دیگر است و مجتهد دیگر است. عالم دین رتبه ها دارد. عالمی هست که یک رتبه علمی یعنی سطحی دارد که به دعوت و بعضی از چیزهای سطحی مشهور است. عالم دیگر است که یک متخصص است. متخصص این هم دعوت میتواند بکند، هم میتواند رساله کتاب نوشد و تخصص در یگان باب از فقه، از اصول یا از عقیده داشته باشد. عالم دین است که علامه هست. علامه به صیغه مبالغه علمی بگیریم، یعنی درجه رتبه بالاترین علم را رسیده است که این مجتهد است. انا این مجتهد است. عالم دین هر یکیش این به رتبه مجتهدی رسیدنش مشکل است. اولا هر کس نمیرسد. ثالثا این قاعده که خودت برآوردی که غیر از مجتهد دیگر کس را عالم دین گفته نمی شود، باطل گفتی، دروغ گفتی. از پیش خودت داری فقط دروغ میگویی. چقدر امروز علما هستند که به درجه رتبه اجتهاد مجتهدی نرسیدند. در بین یک قومی که عقیده صوفی قبوری منتشر است، در بین یک قومی که صیفی منتشر است، اشعری و ماتریدی منتشر است، در اونجا رافضه منتشر است، یک انسانی که تعلیم گرفته، درس داده، به دعوت مشغول است، نه کم از 10 سال و 20 سال شب و روزش برای تعلیم توحید و عقیده هست، در این باب رساله های تحقیقی نوشته. اگر این عالم دین نباشد، این کیست؟ در بین این مشرکین، در بین این گمراه ها، در بین این اهل بدعت، در بین این رافضه و صوفی قبوری، اگر عبدالظاهر داعی
عالم دین نباشد کی عالم دین است؟ به من بگو که کی عالم دین است. اگر محمد معروف راسخ عالم دین نباشد که دعوت به سوی توحید میکند، ضد بدعت حرکت میکند، این عالم دین نباشد کی عالم دین است؟ این ناعدلی، ناانصافی، خیانت محمد انصاری به اهل سنت و الجماعت است. به یاد داشته باشید ای علمای ای طالب علمان اهل سنت، به یاد داشته باشید ای مردم اهل سنت، ای شربچه های اهل سنت، ای مردها، به یاد داشته باشید این سخنهای خبیثانه، خیانتی بزرگی محمد انصاری به اهل سنت را. چگونه اهل سنت را؟ اگر همه مردم فارس امروز همه اهل سنت می بودند، هزارهای دیگر عالم اهل سنت می بود، مجتهدین می بود، این در بین اینها، بله اگر اینها را نه از همه عالم بزرگ انا همین کس می گفتیم، بله می گفتیم که بله درست نیست. لیکن ملت فارس در کدام حالت است؟ تاجیکستان را ببین که 70 سال در زیر اتئیست ها، در زیر حکم لینین و ستالین سپری کرد، کلمه لا اله الا الله نمیداند. تو کی برنامه کردی محمد انصاری؟ کی برنامه درباره لا اله الا الله رکن اولش و دومش کفر به طاغوت و الولا و البرا کردی؟ تعلیم تو چگونه تعلیم است؟ بسیاری از مردم خودش را مسلمانی اتئیست، مسلمانی ملحد میگوید. در افغانستان مگر مشکلی قبوری ها نیست؟ مشکلی صوفی های غلات نیست؟ مشکلی تعصب مذهبی جهالت نیست؟ مردم امروز هزارها به نشعه و به مواد مخدر گرفتار نشدند از دست این خوبسو؟ مگر در افغانستان رافضه ها دارد شب و روز منتشر نمی شود؟ طایفی ها منتشر نکرد رافضه ها را مثل تو که برادر خواهر میگویی؟ چقدر افغانی ها به سبب کمبیزاتی و به سبب این و آن و سبب ها، به سبب نبودن علما و خاموش ایستادن بسیاری ها رافضه منتشر می شود. اشعری و ماتریدی اینجا رو ضبط کرده است. ملت دیگر که از فارس است، ایران که 40 سال است در زیر حکومت خمینی هندوسی برادری تو است، در اینجا هم اهل سنت و الجماعت در زیر تضییق است. در عین همین وقت عبدالظاهر داعی برآمد حفظه الله، دعوت به توحید کرد. محمد معروف راسخ برآمد دعوت به توحید کرد. ابو محمد مدنی برآمد دعوت به توحید کرد. رسالش لا اله الا الله است، دیگر هیچ چیزی نیست. تو میبروی باید بگویی که اینها دعوتگران و علمای توحیدی اهل سنت هستند. ای مردم، ای جوان ها، بسو اینها بیشتابید بگویی، به عوض اینها را میزنی، میکوبی تا که رافضه را منتشر کنی. تو چی مقصد داری؟ غیر از منتشر کردن رافضه تو دیگر چی داری؟ غیر از حسد و کینه و شهرت چی داری؟ الله هدایتت بکند. تو نه فقط جاهل هستی، نه فقط مشرک جاهل هستی، نه فقط نوکری رافضه هستی، تو از جانب سیاست شریعت هم، از جانب مصلحه و مفسده هم، از جانب حکمت هم بوی نداری، از جانب عدل و انصاف هم بوی نداری. برای همین ابن تیمیه رحمه الله گفتند اهل السنت والجماعه ارحم الناس بالناس، اعدل الناس بالناس، انصف الناس بالناس. اهل سنت و الجماعت اینها از همه برحمترین انسان ها به دیگر انسان ها هستند. با رحمترین انسان ها به انسان ها اهل سنت است. با عادلترین انسان ها در بین انسان ها اهل سنت است. با انصافترین انسان ها به انسان ها اهل سنت هستند. وقتی که رد میزنند حالت ها رو، شرایط رو، مصلحه رو، مفسده رو، حکمت رو استفاده میبرند. اما محمد انصاری از یگان از این چیزها، نه از آداب، نه از اخلاق، نه از دروغگویی با خبر نیست. بگوییم که سر اول تا آخر فقط جمله سازی، دروغگویی و تهمت بندی است. نه آداب است و نه اخلاق است، نه مصلحه است و نه مفسد است، نه یک سیاست شرعی است، نه یک حکمت است. آمد است وقتی که ملت فارس غوطه به گمراهی زده اند، دو دعوتگر را تو عالم نیستی میگه، تو هیچ کسی نیستی، من هستم میگه، من زورم میگه، جاه طلبی و جاه تلاشی میکند. الله هدایتت بکند. گمراه، مشرک. عالم دین واقعا باشد،
حافظ قرآن باشد، مفسر باشد، محدث باشد، فقیه باشد، به درجه اجتهاد رسیده باشد، اینو بهش میگن عالم دین. خطا کردی، دروغ گفتی. چهل ما گفتیم علما رو تقسیم کردن. علما این مجتهد است. مجتهد، علامه، عالم، دعوتگر، مدرس، متخصص، هر یک این عبارت درجه و رتبه خود رو داره. یک مدرس، یک متخصص آیا مجتهد است؟ نیست. یک مدرس و یک مجتهد، یک مدرس و یک متخصص در یک بین مشرکین عالم است؟ بله عالم است، علامه است. الله در قرآن گفته که مشرکین جوهار هستند و داننده توحید عالم است. لیکن تو کجا؟ منهج کجا؟ فهم قرآن و سنت با فهم سلفین اومد کجا؟ افسوس، صد افسوس، مسکینی بیچاره. بله طالب علم هستن، دعوتگر هستن، سخنور هستن، خطیب هستن، استاد دانشگاه هستن، استاد فاکولته شریعت هستن، اینا رو هستن، اینو انکار نمیکنه انسان. و شک نیست که در عقیده هم انا همین روز در بین ملت فارس عالم هم هست. هیچ مشکل نداره. انا همین در همین حالت عالم بگید هیچ مشکل نداره. این یک حسادت است، حسادت آشکاری، روشن، واضحی، بی‌شرمانه و بی‌ادبانه محمد انصاری نسبت عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ است. حفظهم الله. اما بیان خودش رو در جای عالم دین قرار بده و مردم رو تزکیه بکنه و فتاوا و یمین یسار مردم رو تکفیر بکنن، این شایسته و زیبنده یک طالب علم، یک استاد دانشگاه، یک دعوتگری امثال استاد دایی، استاد راسخ نیست. بی‌ادبانه صحبت میکند، میگد یمین و یسار، یعنی چپ و راست، فهمیده و نفهمیده، هر کس را گویا عبدالظاهر محمد معروف راسخ تکفیر کرده باشه. تا جایی که ما میدونیم در باب تکفیر عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ، آن جایی که باید تکفیر کنند تا به حال آشکار و واضح تکفیر نکرد. تا جایی که ما میدانیم، تا جایی که ما میدانیم آن جایی که باید موضوع را آشکار و واضح بیان کنند و تکفیر کنند تکفیر نکردند. باید عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ، خودی عبدالرحمن فاتح، انا همین محمد انصاری و دیگر عازری و غیره و غیره را تکفیر کنند. نکردند. یعنی تکفیری که باید کنند نکردند. لیکن این البته از روی مصلحه است، مفسده است، چی است والله اعلم. لیکن این محمد انصاری میگه چپروست. نه نه نه. البته این سخنش یک سخنی باطل است. الله المستعان. و فکر نمی کنم که این به این اندازه هم در مقابل دین الله سبحانه و تعالی جرأت داشته باشن که این کارو بکنن. این که در مورد شیخ پردل صحبت کردن و بارک الله فیکم. خیلی صحبتمون طول کشید. الله همه شما را حفظ بکند و برکتون بدهد. تا اینجا این جواب اول، قسم اول بود. جواب اول به صحبت های محمد انصاری و در مسئله محمد صالح پردیل یک مرتبه دیگر شاید فرد و پس فرد و با جواب میگوییم و آیسته آیسته به همین سخنهای محمد انصاری میرویم ان شاء الله صحبت میکنیم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.